آتش جنگ شبی تیره و طوفانی در دل یک دشت ویران دو سوار براس ظاهر میشوند. یکی رستم، قهرمان قدیمی با لباس نظامی و سپر سنگین، دیگری سهراب، جوانی پر انرژی با شمشیری درخشان. رستم با صدایی جدی میپرسد: جوان، تو کیستی؟ سهراب با اعتماد به پاسخ میدهد: من کسی هستم که امروز تو را شکست خواهم داد. صحنه با نگاهی پر از شک و تردید بین دو شخصیت به پایان میرسد. لحظه شناخت. باران شروع به باریدن میکند. رستم و سهراب در حال مبارزند. حرکات سریع و شمشیرها به هم برخورد میکنند. سهراب با تنفس سنگین میگوید: تو پیر شده ای رستم. رستم با صدای خشن پاسخ میدهد: جوان، این آخرین اشتباه توست. در اوج نبرد رستم سهراب را زمین میزند و به او خنجر میزند. وقتی چهره جوان را نزدیکتر میبیند، چیزی در چشمان او خاطراتی را زنده میکند. این چهره نمیتوان باشد. رستم میگوید. سهراب با لحنی ضعیف پاسخ میدهد: پدر، من پسر توام. صحنه با نگاهی پر از شوق درد به پایان میرسد. پایان دراماتیک. باران همچنان میبارد. رستم با اشک‌هایی در چشمانش سهراب را در آغوش میگیرد. سهراب ضعیف میگوید: پدر، من فقط میخواستم. رستم با صدایی خفه شده پاسخ میدهد: سکوت کن پسرم. اما دیر شده است. سهراب در آغوش رستم جان میدهد. رستم به آسمان خیره میشود و با ندامت میگوید: جنگ چه کار بدی است. صحنه با تاریکی و سکوت به پایان میرسد. این پایانی است که هیچ کس نمیخواست.